سلام دوستای عزیزم، یلدا هستم از کانال ایولوشنری آسترولوژی. از طرف خودم و دوستانم در هر کجای دنیا که هستید بهتون سلام میکنم و امیدوارم زندگی همیشه روی خودش رو به شما نشون بده. ما میدونید که در مورد ترانزیت نودها یعنی جابجایی نشانی نودها داریم صحبت میکنیم. نود شمالی داره میره توی ماهی و نود جنوبی در خوشه. این تعامل از 11 ژانویه 2025 تا 27 جون 2026 ادامه داره و یه مسیر سرنوشتی رو برامون داره استارت میزنه. یک مسیر با تمهای متفاوت دوره قبلی که نودها رو در قوچ و لیبرا داشتیم و امیدوارم بتونیم کمکتون بکنیم که مسیر رو روشن‌تر ببینید و انتخابای درستری رو انجام بدیم. و اما اگه بخوام در مورد نشانها و این تعامل صحبت کنم، شروع میکنیم با نشانهای قوچ. قوچهای عزیزی که ماه و خورشید رو در نشان قوچ دارن و کسانی که رایزینگ قوچ دارن. این تعامل توی خونه 12 و 6 شما اتفاق میفته. خونه 12 و نشان ماهی برای شما جایی هستش که در 18 ماه آینده قراره یه جورایی به خواب زمستونی برید. یعنی چی؟ یعنی اینکه برای کشف مسیر روحیتون و قوی تر شدن لینک شهودیتون و کشف سفر شفابخشی و التیام بخشی روانتون باید زمان بیشتری رو با خودتون بگذرونید. یعنی اینکه زمان بیشتری تو غار تنهایی خودتون باشین و اینکه بیشتر روی روانتون، خودآگاهیتون کار کنید تا خودآگاهیتون بتونه مجال ارتقا به سطوح جدید رو پیدا کنه. تقویم رو بذارین کنار. سعی کنین علاوه بر حفظ روزمرگی هاتون، البته به شکل سبکتر و به دور از فشار به خودتون رسیدگی کنید. الهامات و خیال پردازی هاتون رو گسترش بدین تا مکاشفه وجودیتون عمیق‌تر بشه. و همه اینا زمانی اتفاق میفته که ذهن و روانتون به دور از تشویش‌های روزمره و روزمرگی ها باشه. در خلوت آرام بخشی که خودتون فقط میتونید برای خودتون بسازید، تمام این چیزها محقق میشه. با اینکه رایزینگ قوچ همیشه عجله داره و میخواد یه کارایی رو انجام بده، ولی صبوری کردن رو، آرام و سنجیده حرکت کردن رو لطفاً تمرین کنید. افسانه جان هستم عزیزم، هستم. بس ادامه بدم. آره. پس داشتم میگفتم که با اینکه رایزینگ قوچهای عزیزم همیشه عجله دارن و میخوان یه کارایی رو انجام بدن، ولی باید صبوری کردن و آروم و سنجیده حرکت کردن رو تمرین بگیرن و حتی تمرین بکنن، حتی یاد بگیرن. عجله هیچ وقت هیچ مزیت خاصی برای رسیدن به هدفی برای هیچ کسی نداشته، غیر از اینکه شما رو دستپاچه میکنه و به خاطر تنش‌های وارده لذت رسیدن به اون حظ آخر رو هم از شما میگیره. اگه اهل ورزش هستین، به جای اینکه بدوید پیاده روی کنید، یعنی آروم تر بشید و در عین حالی که دارین حرکت میکنین و به بدنتون خدمت میکنین از مسیر هم لذت ببرید. اگه هنرمندین، تشویش تموم کردن کارا رو نداشته باشین و لذت گذار از پروسه تکمیل رو ببرید. اگه کارمند و پرستار و نمیدونم دکتر و معلم و کسایی که در طول روز زمان زیادی رو برای کارشون صرف میکنن و مجبورید کار کنید و وظیفتون رو به جا بیارید، از به اندازه و به جا و درست بودن کارتون اطمینان حاصل کنید، به خاطر اینکه خوشه یه جورایی
یا اینطوری بگم محور ماهی و هوشه یه جورایی به زیاده روی تمایل داره و میتونه علخصوص با این وضعیت میتونه بیدر و پیکر خدمت بده و واقعا حساب کار از دستش در بره. پس به درست بودن کارتون اطمینان داشته باشین که کار درست رو انجام میدین و فقط به چشم وظیفه و انجام وظیفه به کارتون نگاه نکنید، به خاطر اینکه اگه ذهنتون رو به این تنظیم کنید باعث افسردگی و فرسودگی شما میشه که من فقط دارم کار میکنم و کار میکنم و کار میکنم و زندگی انگار که معناشو از دست داده. در این میان لذت داشتن دستمزد و مادیاتی که از این مسیر برای پیشبرد زندگیتون دارید نگاه کنید و شکرگزارش باشید. اینطوری هم سختی مسیر براتون کم میشه، هم لذت داشتن کار و خدمت رو خواهید داشت. اینو در نظر بگیرید. خیلی از آدم ها در حسرت داشتن این کار شما هستن تا بتونن معیشتشون رو تأمین کنن، زندگیشون رو پیش ببرن، ولی در هر حال در هر کار، در میانه هر کار زنگ تفریح‌های کوچیکی برای خودتون قائل باشین. حتی به اندازه نوشیدن یه چای یا یه دمنوش آرام بخش هم که شده، اینو از خودتون دریغ نکنید. تمرین کنید واقعا لذت با خودتون بودن رو در هر لحظه از زندگی. به خودتون یادآوری کنید که من برای این به دنیا اومدم که یک مسیر رو طی کنم و مسیرم هر چقدر بتونم خودم هستم که میتونم اون رو لذت بخش و زیبا کنم. این اولین قدم های خود عشق ورزی هستش که توی این مسیر 18 ماهه که الان قسمتی در روزهای آخری که ساترن و ونوس هم و حتی نپتون توی نشان خودش در اینجا قرار داره، ما رو با تجربه های متفاوتی روبرو میکنه که باید با عنوان درس اونها رو یاد بگیریم یا اینطوری بگم پاسشون کنیم و بگذریم. اما وقتی نود شمالی توی ماهی هستش یا وارد نشان ماهی میشه، به این معنیه که نود جنوبی هم وارد خوشه شده و خونه 6 چارت تولد شما رو فعال میکنه. وقتی خوشه توی خونه 6 قرار میگیره، وای وای وای، یعنی هم خونه 6 هم نشان خوشه وقتی دوتایی یه جا قرار میگیرن، تمام چیزای خوشه‌ای بالاتر میاد، دقت و قدرت آنالیز بیشتر بالا میاد، بعد ریزبینی‌ها و تیزبینی‌های مرکوری بیشتر میشه، حواس جمع‌تر از هر وقت دیگه‌ای. واقعا عین یه آنالیزگر آزمایشگاه شروع میکنین به سنجیدن همه چیز و شما باید از این وضعیت برای کنده شدن از محیط امن و تمام چیزهای کهنه و فرسوده‌ای که شما رو گیر انداخته و به شکل گرهی برای زندگیتون عمل میکنه استفاده کنید. واقعا باید کنده بشید از این وضعیت تا بتونید به اون سطوح بالاتر روحی که حالتون رو بهتر میکنه و حس آزادی رو براتون به ارمغان میاره استفاده کنید. خوشه نشان شفابخشیه، درمانگریه، جایی هستش که اصلاح و حل بحران توی این قسمت معنا پیدا میکنه. اون جایی هستش که عادتها و روزمرگی‌ها شکل میگیره. پس با درک همه این اوصاف، اینجا جایی هستش که باید بیشتر روش کار کنیم تا بتونیم هوشمندانه و آگاهانه تغییرات لازم الاجرا رو توی زندگیمون اعمال کنیم. برای اعمال تغییرات به عنوان یه رایزینگ قوچ لطفاً حمله نکنید. با قدم‌های کوچیک و حرکت‌های مورچه‌ای شروع کنید. اول تشخیص بدید کجای روزمرگی هاتون بدون اینکه برای شما حامل آرامش و شادی و رضایت درونیه و انرژی شما رو هرز میده، انرژی زیادی از شما میگیره، اون قسمت رو حذف کنید
یا حداقل اینطوری بگم برای خوشه، به عنوان آدمی که خوشه قوی داره و حذف کردن واقعا سخته براش، بیرون انداختن لوازم اضافی سخته براش، چون یه نگاه دیگه میکنه به اون وسایل، میگه من میتونم از این یه چیز دیگه درست کنم، چون ذهنیتش اینطوری میچرخه. اگه نمیتونید مثل من زیاد یه سری چیزا رو حذف کنید، لطفاً کم رنگشون کنید، یه کم شل کنید، یه کم رها کنید. بعد چیزایی رو که دوست دارید و حس رضایت رو در شما بیدار میکنه جایگزینش کنید. مثل دیگران با خودتون رفتار کنید. یعنی چی؟ مثل دیگرانی که براشون احترام قائل هستید، باهاشون محترمانه رفتار میکنید، به عقایدش، ذهنیتهاش و فقط انسان بودن و آدم بودنش مورد احترام و تکریم براتون، به شکل همون آدم به خودتون نگاه کنید و همونقدر محترمش بشمارید. احترام بذارید به خودتون. سعی کنید سبک زندگیتون رو به روش خودتون تنظیم کنید، نه روش‌های دیگه ای که بر اساس تقلید و کورکورانه و حتی مد روز باشه. مثلا میدونید هر دوره یه رژیمی مد میشه، هر دوره یه لباسی مد میشه، هر دوره یه سبک زندگی از جاهای عجیب غریب سبز میشه. لازم نیست از اینا پیروی کنید به خاطر اینکه لباس مد روز بپوشید توی اون لباس ناراحت باشید، یا رنگی که مد ساله رو با اینکه به شما نمیاد و احساس خوبی جلوی آینه به شما نمیده استفاده کنید. حتما یادتون باشه سبک زندگی فقط رژیم و غذایی و ورزش و فقط چیزای فیزیکی نیست. کیفیت زندگی واقعا رابطه مستقیمی با سبک بودن ترافیک ذهنیتون داره، با آتش‌کالای بیرون، با حرفای مردم، با اینکه در موردتون چی میگن چی نمیگن، با اینکه چیزای اضافی اونقدر دور و برمون هست. لطفاً ذهنتون رو درگیر نکنید. ذهنتون رو سبک نگه دارید، آروم نگه دارید، به خاطر اینکه ذهن آروم کاربرد بیشتری برای زندگی با کیفیت داره. حتما به آروم و خالی نگه داشتن ذهنتون دقت کنید. روش‌های مراقبه مخصوص خودتون رو پیدا کنید که باهاش به آرامش میرسید و حس راحتی دارید. این میتونه نماز خوندن باشه، دعا کردن باشه، مدیتیشن و مراقبه کردن باشه، ذکر گفتن باشه، پیاده روی باشه. هر چیزی که حالتون رو خوب میکنه قسمتی از خود مراقبتی و مراقبه هستش. به تمام ورودیاتون، از خوراک و نمیدونم انرژیا و داده ها و ذهنیت هاتون دقت لازم رو داشته باشید. هیچ چیز اضافی و آلوده یا چیزی که متعلق به دیگران و مال شما نیست رو وارد وجودتون نکنید. و یادتون باشه کنار گذاشتن پروتکل های بیش از حد سفت و سختی که خوشه خیلی دوستش داره. و واقعا اگه فکر کنین به درد نخوره، اگه کنار بذارینشون، به شما کمک میکنه هر الگوی ذهنی راکدی رو که واقعا در راستای آرامش و ارتقای روحی و روانی شما نیست، فضای بیشتری برای گسترش و رشد شما بده. سپاسگزارم که کنار ما هستید و امیدوارم هر جای این کره خاکی هستید عشق و نور براتون جاری و ساری باشه. طلب خیر. و اما نوبتی هم که باشه، نوبت تارسیای عزیز، متولدین اردیبهشت، کسانی که ماه و خورشیدشون رو تو نشان تارس دارن و رایزینگ تارس هستن. علل خصوص چون ما بر اساس چینش خانه ها داریم صحبت میکنیم، بیشتر کسانی که رایزینگشون رو نام میبریم بیشتر دقت کنن. رایزینگ تارس، این تعامل در محور خونه 11 و خونه 5 شما اتفاق میفته و خونه 5 و 11 شما رو فعال میکنه
و با ورود نود شمالی به نشان ماهی که خانه 11 شماست، به فعل و انفعالات خونه آرزوها و ارتباطات و اجتماعی بودن و خیلی چیزای دیگه در مورد اجتماع، سوشیال مدیا و تمام چیزهایی که ارتباط داره به منحصر به فرد بودن اون، مسیر پیدا کردن فردیتمون و تمام این چیزها در مورد خونه 11. پتانسیل معاشرتاتون رو با آدمای هنرمند، کسایی که ذهنیت‌های فانتزی دارن، علاوه خصوص وقتی ماهی تو خونه 11 هستش. خونه 11 هم یه نشان هوایی، فکر و ذهن هستش. خیلی براتون میتونه پیش بیاره. کسانی که میتونین در جمع‌هایی قرار بگیرین که جمع‌های روشنفکری هن، جمع‌هایی هستن که خیلی متفاوت فکر میکنن. میتونین در جمع دوستانی که واقعا باهاشون همدلین و میتونین در جهت آرزوهاتون قدم بردارین قرار بگیرین. میتونین با کسایی که با حیوانات و حمایت از حقوق حیوانات سر و کار دارن حشر و نشر بیشتری پیدا کنید. و این قسمت قدرت تخیل و رویا پردازیتون رو بیشتر میکنه. حتی اینطوری بگم شکوفا میکنه. خیلی راحت میتونین داخل این جمع ها در پروژه های اجتماعی فعالانه فعالیت کنید. خیلی با عشق میتونین تو جمع‌هایی قرار بگیرین که دارن برای مادر زمین، برای حفظ و نگهداری از زمین، حفظ و نگهداری از میراث ماندگار مادر زمین، یا اینطوری بگم تمام بچه‌هاش، گیاها، حیوونا، حتی آدما اونجا فعالیت کنید. ذاتاً تارس نشان ارزش‌ها و ارزش‌گذاری هاست. نشان ارتباطمون با اون من درونی خودمونه. این من درونی خودمون وقتی داخل همین جمع ها قرار میگیره میتونه اون معنا بخشی لازم رو برای وجود خودش در این دنیا واقعا رقم بزنه. حتما تارسای عزیزم، حتما زمانی رو برای خودتون، جسمتون، ارتباط گیری با خودتون، در آغوش گرفتن خودتون و حتی عزیزانتون به شکل ونوسی بیشتر وقت بذارید. ونوس هم تا مدتی در نشان ماهی هستش که فعلا در اینجا بودنش یه جورایی حال شما رو خوب میکنه، چون ونوس در ماهی حالش خوبه. اینجا بیشتر مسائل مربوط به هنر، موسیقی، تمایل به نقاشی و خیال پردازیاتون بالا میاد. شهودتون برای غرق شدن توی دنیای هنر بهتر و بیشتر میشه. کاملا فعال میشه، اینطوری بگم. میتونید کنسرت کسایی رو که هنرمندایی رو که دوستشون دارید در اونا شرکت کنید و لذت ببرید. اگه دوستاتون هم کنارتون باشه که چه بهتر. برای پوشوندن لباس عمل به آرزوهاتون تلاش کنید، چون خونه 11 خونه آرزوهاست و واقعا وقتی ماهی اینجا قرار میگیره، وقتی نود شمالی اینجا هستش، یه جورایی داره شما رو به طرف تمام اون دلخواسته هاتون هل میده. و این چیزیه که خیلی وقتا توی زندگیمون برای رسیدن به چیزهایی که سالهای سال ته قلبمون انباشتشون کردیم، لازم داریم از این فرصت 18 ماهه برای این رسیدن ها استفاده کنید. ولی برای رسیدن به هر چیزی لازم نیست کمال گرایانه حرکت کنید و کامل باشید. همین که توی این مسیر قدم بذارید واقعا راه بهتون نشون داده میشه و میرید به سمت تمام اون چیزهایی که باید برید. البته اینو بگم، وقتی نود شمالی در قسمتی از چارتمون قرار داره یه سری از ترس‌ها هم همراه اون بالا میاد، به خاطر اینکه در واقع داریم به طرف دنیای ناشناخته‌ای میریم که یه جورایی یا تجربهش نکردیم یا کمتر
با اون درگیر بودیم و این درگیر نبودنه به خاطر ناشناخته هایی که پس پرده اون رسیدن ها داره ما رو میترسونه. نترسیم، بریم جلو. وقتی آسمون، کائنات، تمام این سفره رو براتون چیده که ونوس تو ماهیه، نود شمالی تو ماهیه، اونم توی خونه 11، یعنی حتما کنارتون کسایی خواهد بود که بتونین به اون چیزایی که دلتون میخواد برسین و داره حلتون میده برین، نترسین. اما نود شمالی تو ماهی یعنی نود جنوبی در خوشه و خونه 5 راحت میتونید تشخیص بدید. یعنی تم خونه 5 در مورد شهودات قلبیه، در مورد قلبتونه، در مورد چاکرای قلبتونه، در مورد درخشیدن و استعدادها و خودشکوفاییاتونه، حتی در مورد کودک درون مظلومتونه که سالهای سال به کلش زدین و به خاطر اینکه با ادب جلوی مردم ظاهر بشه به خفقان نشوندینش و اجازه ندادین حرکت کنه. الان وقتی نشان خوشه تو خونه 5 وقت اینه که تشخیص بدین گره هایی که جلوی درخشیدنتون رو، خودشکوفایی شما رو میگیرن چیه. اول به خودتون اعتماد کنید، بعد با چاکرای قلبتون ارتباط بگیرید و اگر بلد نبودید، اگر انجام ندادید، حتما شروع به خود عشق ورزی بکنید. خیلی ها فکر میکنن خود عشق ورزی یعنی این که نمیدونم به سر و صورتمون نمیدونم برسیم، لباس متفاوتی بپوشیم. اینا هم هستن، اینا در سطح فیزیکی هستن، ولی خود عشق ورزی اینه که واقعا کارهایی بکنیم که اون حس رضایت درونیمون رو در درونمون، در قلبمون بیدار بکنه، قلبمون رو گرم بکنه، عشق رو جاری وجودمون بکنه و ما خودمون رو در نور و عشق ببینیم. و برای این کار هر کسی مثل اثر انگشت خودش مسیر منحصر به فردی رو داره و این خود عشق ورزی رو میتونید تمرین کنید. نمیگم همون اول همه موفق میشن یه سری کارهایی بکنن که حالشون خوب بشه، نمیدونم عشق و نور جاری بشه و به دنیای معنویت قدم بذاره. نه، همه ما با قدم‌های کوچیک، همه ما با زخم‌های بزرگی یا وارد این دنیا شدیم یا در مسیر زخم‌های بزرگی گرفتیم که ما رو افسرده و فرسوده و ناکارآمد کرده پیش خودمون، اعتماد به نفسمون رو شکسته، عزت نفسمون رو پایین کشیده. وقتی تمام این تمها با کارهایی که واقعا در جهت اون دلخواستمون، اون چیزی که قلبمون از ما میخواد انجام بدیم، به اون رضایت درونی میرسیم، با خودمون عشق میکنیم. حتی اگه مثل قبل آرایش نکرده باشیم، دیدین یه سریا فقط به خاطر اینکه یه ماسک بزنن تو صورتشون و توی جامعه خودشون رو خوشحال، نمیدونم تمیز و خیلی عناوین جامعه پسند دیگه نشون بدن، آرایش‌های غلیظ آنچنانی، لباس‌هایی که توشون راحت نیستن میکنن، ولی واقعاً خود عشق ورزی هیچ کدوم از اینا نیست. هر چیزی بر اساس دلتون باشه، بر اساس اون چیزی که عشق وارد وجودتون میکنه و دلتون رو گرم میکنه، خود عشق ورزی اونه. بر اساس تمام چیزهایی که دلتون میخواد شروع به تمرین کنید، مراقبه کنید، مدیتیشن کنید، دعا کنید، عشق بورزید با حیوانات، چون خوشه واقعا در مورد حیوانات خونگی، حیوانات بی خانمان و خیلی چیزای دیگه هستش که میتونه ما رو سر ذوق بیاره و حالمون رو خوب کنه. با حیوانات میتونیم قشنگ ارتباط بگیریم، با طبیعت ارتباط بگیریم و اینطوری بگم برای خودتون بر اساس فرمول های خودتون دمنوش های متفاوت درست کنید، غذاهایی از جنس طبیعت درست کنید، تمام ورودی هاتون رو با عشق پر کنید، روتین روزانه‌تون رو برای درخشیدن جسمی و روحی روزانه‌تون تنظیم کنید.
شما همیشه برای خودتون خاص باشید. فکر این نباشید که دیگران شما رو خاص ببینن یا نبینن. علل خصوص وقتی خوشه در خونه 5 قرار میگیره و صحبت خاص بودن لئویی هستش، خوشه خیلی حساس و زودرنج و شکننده هستش. این حساس و زودرنجی و شکنندگی رو بذارین کنار، درست مرزگذاری کنید که آدما با کله نرن توی مرزهای شما. شما مرزهای خودتون رو، درونیات خودتون رو داشته باشین. بعد با هر چیزی که میخواین واقعا عشق رو به زندگیتون دعوت کنید. به حیوانات بی سرپرست رو پناه بدین، برای شفقت و نمیدونم تمام. مثلا الان من دوستایی دارم که اکوتورهایی برگزار میکنن که میرن داخل طبیعت، آتاشقالا رو جمع میکنن، طبیعت رو از اون نایلون ها وسایل اضافی جمع میکنن و دور میکنن و مجالی میدن برای نفس کشیدن مادر زمین. خیلی کارا میتونید بکنید. حتما در کنارش نوازشگر کودک درونتون برای رسیدن به شفا باشید. میتونید با بچه هاتون توی این مدت به درستی ارتباط برقرار کنید. میتونه اون گروه نزدیکان و کسایی که عشق میدین و عشق میگیرین و نمیدونم پارک میرین و کنسرت میرین و کافه جمعی مهمونی بزن و بکوبی هر چی میرین، بچه هاتون همراهتون باشه و اونها هم از این عشق مستفید بشن. خلاصه که سخت نگیرید، آرامش خودتون رو حفظ کنید، خود مراقبتی و خود عشق ورزی یادتون نره و اجازه ندید منطقتون مسیر شهودیتون رو مسدود کنه. امیدوارم هر جای این دنیای قشنگ هستید، مادر زمین همیشه شما رو در آغوشش با عشق داشته باشه و عشق و نور براتون جاری باشه. طلب خیر. و اما نوبتی هم که باشه، نوبت دوقلوهای شوق و شنگ کسانی که ماه و خورشید در نشان دوقلو دارن یا رایزینگ دوقلو هستند. این تعامل یعنی ورود نود شمالی به نشان ماهی و ورود نود جنوبی به خوشه برای شما خونه 10 و 4تون رو فعال میکنه. خونه ای که در مورد کار و امور اجتماعیتونه. خونه ای که در مورد پدر و مادرتونه، در مورد ارتباطتون با پدر و مادرتونه، در مورد ببخشید، در مورد رویاهاتونه در صحنه جهانی و دنبال کردن اونا. جایی هستش که نیاز به مادر رو به صورت مبرم احساس میکنید. جایی هستش که باید به خودتون مادری کردن رو تجربه کنید. یعنی مادری کردن فقط این نیست که مادری داشته باشید ناز و نوازشتون کنه. اینجا جایی هستش که نقش‌های اجتماعی بیشتری با ماهی بی پهنه و بی در و پیکر و نود شمالی میتونه براتون بیاد و شما به عهده بگیرید. در این زمینه حرفی ندارم، چون وقتی خونه 10 فعال میشه و اون هم با ماهی فعال میشه، برخلاف خونه 10 که خیلی به ساختارهاش دقت میکنه، به مرزبندیاش دقت میکنه، ماهی نشانی نیستش که به مرزبندیاش دقت کنه. هر جایی که احساس کنه به شفقت کردن، به مهربونی کردن، به هبه کردن، به رسیدگی کردن نیاز هست، با کله میره توش. ولی خونه 10 این چنین خونه‌ای نیست و این واقعاً یه تعارض درونی به وجود میاره و این تعارض درونی نباید
اتفاق بیفته، به خاطر اینکه باعث اذیت شدن شما میشه، باعث موندنتون تو برزخ میشه که آیا این کارو بکنم اونو نکنم، این داخل چارچوب هستش این نیستش. پس یه جایی باید واقعا ذهنتون رو آروم بکنید، به شهودتون، به حس ششمتون اعتماد کنید، راههای درست‌تری رو، این شکلیه که واقعا راههای درست‌تری رو میتونید انتخاب کنید. شفقت ذاتن دوقلوها چون یه نشان ذهنی و ارتباطی هستش، به راحتی میتونه با همه ارتباط بگیره، راحت میتونه اون شفقتش رو جاری کنه و اینجا هستش که به کمک ماهی برای نشون دادن اون من منحصر به فردتون میتونین به منبع کائنات وصل بشید و اون کار درسته رو که در جهت اطلاع مسیر روحی، حتی جسمیتون، روحی و جسمی و اجتماعیتون هست رو به اطلاع برسونه. اینطوری و با حفظ آرامش، با شفقت، با حفظ کردن چارچوبا، با کار کردن به اندازه، نمیدونم با قضاوت نکردن دیگران، چون خونه 10 وقتی ماهی میفته اونجا میتونه متوهم بشه و قضاوت های بیجا و بیدر و پیکری بکنه و از اینا دوری کنید. اینطوری پاداش های مادی و معنوی که دریافت خواهید کرد روحتون رو سیر میکنه. مگه ما توی این زندگی به غیر از این که چشم و دل سیری داشته باشیم، روح سیری داشته باشیم، مگه چیز دیگه ای هم میخوایم؟ اگه تمام اون قوانین چارچوب های آدم بودن رو درست و بجا بر اساس اون الوهیتی که خونه نشان ماهی به ما میده به جا بیاریم، مطمئناً به تمام اون چیزهایی که باعث درخششمون، باعث ارتباط درستمون با این دنیا میشه رو خواهیم داشت. اینجا واقعا نباید اجازه بدیم که صبوری بیش از حد خونه 10 جلوی خیال پردازی هامون رو و رسیدن به آرمان هامون رو بده. شاید ماهی تو خونه 10 در مورد شغلمون ما رو به طرف ذهنیت های فانتزی یا حتی دور از چارچوب اجتماع برسونه، ولی هیچ چیزی توی این دنیا غیر ممکن نیست. شما میتونین با یک ذهنیت متفاوت و منحصر به فرد و اون چیزی که واقعا توی کارتون رنگ و بوی معنویت داره، به تمام اون چیزهایی که توی ذهنتون پروروندین برسیم و هیچ وقت یادتون نره که توی این دنیا هیچ چیزی غیر ممکن نیست. ولی لازم هم نیستش که سرعت بیش از حد داشته باشین تا بتونین به این چیزا برسین. لذت از مسیر رو درک کنید. واقعا تمام ایده هایی که به ذهنتون میرسه و شاید به چشم آدمای دیگه خیلی فانتزی و دور از ذهن باشه، بسنجید و به دور از کمالگرایی اونا رو به مرحله اجرا برسونید. فقط انجامش بدید، راحت باشید، قضاوت نکنید و اجازه ندیدم کسای دیگه قضاوتتون کنه، چون قضاوت نکردن دلیل بر این نیستش که شما مورد قضاوت قرار نگیرین. اگر مورد قضاوت هم قرار گرفتین، واقعا یادتون باشه پس پرده تمام این قضاوت ها نرسیدن های خود همون آدم ها خوابیده و واقعا چشم دیدن زندگی آروم رو برای دیگران ندارن. اگه اینو در نظر بگیرین دیگه بهایی به اون قضاوت ها نمیدین و روحتون در آرامش و در سکوت میتونه کاری رو که دلش میخواد، یا اینطوری بگم مسیر تکاملی رو که باید به طرف ارتقاش بره محقق کنه. وقتی صحبت نود شمالی میکنیم که توی خونه 10
یعنی نود جنوبیمون در خوشه در خونه 4 قرار داره. خونه‌ای که در مورد خط خونیه، در مورد مادره، در مورد حفاظت، پرورش، در مورد حمایت شدنه، در مورد ترس‌های ناخودآگاه و کارمیکمون هم هست، در مورد عدم امنیت و حتی چطور به امنیت رسیدنمون هم هست. همون جایی هستش که اولین بار توی یه جمع قرار میگیریم، یعنی خونه. اونجا خونه ما، خونواده ما، وطن ما، جایی هستش که ریشه هامون در اون قرار گرفته و داریم از اون تغذیه میکنیم. خونه 4 تاریکترین و پایین ترین قسمت چارت ما هستش که واقعا ما رو میتونه به راحتی با ترسهای ناخودآگاهمون و اون حس ناامنی ناجوری که میتونه ما رو همیشه در تشویش نگه داره قرار داره. و اما اگه بخوایم خونه 4 رو در نظر بگیریم، خونه 4 خونه خرچنگی که پوسته سفت و سختش رو به دورش تنیده و اون لطافت و چطور بگم، لطافت و نرمی خودش رو از چشم ها پنهان کرده. لازم نیست اینقدر سفت و سخت باشید. حالا اگه نشان خوشه هم اونجا باشه، یکم سرسخت‌تر، یکم لجبازتر، یکم پنهانکارتر میشه، خودش رو از چشم ها دور نگه داره، نمیتونه به راحتی توی اون خانواده احساس آرامش کنه و نمیتونه اون حس امنیت رو به اندازه کافی بگیره. پس باید چی کار کنیم؟ واقعا باید حمله کنیم به ترس هامون. شمایی که رایزینگ 2 قلو هستید و به راحتی میتونید داده ها رو بگیرید، اطلاعات رو بگیرید، جمعشون کنید، دسته‌بندیشون کنید، به راحتی میتونید ارتباط گیری بکنید. وقت اون هستش که داده ها رو در این زمینه برای خودتون جمع کنید. بگردید درونتون رو، ببینید ناخودآگاهتون اسیر چی هست، اسیر کدوم تروما هست، اسیر کدوم حس ناجوری هستش که به شما این حس امنیت رو میده. ببینید کدوم ترس این حس ناامنی رو، جدا بودن از آغوش مادر رو به شما میده. پیداش کنید، بیرونش بکشید، برش گردونید به کائنات، برش گردونید به اون جایی که به اون متعلق بوده و شروع کنید به التیام، به شفا بخشی، به در آغوش خودتون، در آغوش الهی بودن، در آغوش مادرتون بودن رو دوباره تجربه کنید. اینطوریه که شفا براتون جاری میشه، عشق و نور براتون جاری میشه و میتونید زندگی خودتون رو به بهترین شکل ممکن بسازید و با روحی آزاد، با چشمی بینا، با گوشی شنوا، با عشقی جاری و روان برای تمام موجودات و مخلوقات زمین زندگی کنید. واقعا حواستون به این باشه که به اندازه کافی برای خودتون وقت بذارید، مراقبه بکنید. میتونید بندها، لینک های چطور بگم، کارمای اجدادیتون رو اینجا پاره کنید. اگه متوجه شدین که از خط خونیتون یه سری چیزهای کارمیکی مثل نارضایتی ها، زخم ها، ناامن بودن ها، ترس ها بهتون رسیده، از اونها جدا بشید، بیرونشون بریزید، واقعا نور رو به درونتون راهش رو باز کنید و با خودتون مهربون تر از این باشید. چون ذاتن خوشه، نشانی هستش که بیشتر از هر کس دیگه‌ای میتونه با خودش بدرفتاری کنه. وقتی یه سری ترس‌ها و تروماهای خونه 4 هم به اون اضافه میشه، سختگیرتر میشه، پوستش کلفتر میشه، اجازه ورود دادنش کمتر میشه
وقتی آگاهی این رو دارید لطفاً حواستون رو جمع کنید و خونتون رو برای خودتون، برای اطرافیانتون امن و آروم کنید، عشق رو پذیرا باشید و با دل خوش شروع کنید به زندگی کردن و عشق دادن. کودک درونتون رو قبل از هر چیزی، هر کسی شروع به پرورش دادن بکنید، بزرگش کنید، ببینید چه چیزایی براش توی مسیر بزرگ شدنتون کم گذاشته شده، لطفاً اونها رو بهش بدین و حالش رو خوب کنید. امیدوارم هر جای این دنیای خاکی هستید در عشق و نور باشید. بهترین ها براتون جاری باشه. طلب خیر. و اما عزیزای دلم، عزیزای دل خرچنگی، عزیزایی که ماه و خورشید رو تو نشان خرچنگ دارن یا یه جورایی تیرماهی هن، رایزینگشون تیرماهیه. این تعامل خونه 3 و 9 شما رو درگیر میکنه. یعنی ماهی نود شمالی وقتی وارد ماهی میشه، خونه 9 شما فعال میشه. این تغییر محور خونه 3 و 9 به زیبایی در زندگیتون فعال میشه و نتایجش رو خواهید دید. با ورود نود شمالی به ماهی، شما به دنبال پاسخهای جدید برای پرسشهای بزرگ در رابطه با جهانبینی خودتون خواهید بود. شاید با بودن نشان ماهی توی خونه 9 شما یه نگاه غیر متعارف نسبت به مکاتب و فلسفه ها و دین و دنیا و این چیزا داشته باشید، ولی حواستون باشه ماهی بیدر و پیکر ذهنتون رو اجازه ندین بیشتر از اون چیزی که لازمه پر بکشه. یه جورایی منطق رو وارد شهودتون بکنید و شهود رو وارد منطقتون بکنید. این یعنی چی؟ یعنی تمام داده ها، تمام دستاوردها، تمام دیدگاه ها و جهانبینی های نظری و عملی که هستش در حد خودتون، در اندازه سواد خودتون بشناسید و بدونید که میتونید با اون الوهیت ماهی فراتر از اونا برید، راحت تر به خدا وصل بشید، راحت تر به منبع وصل بشید. توی این دوره احتمالش خیلی زیاده که شور و اشتیاقتون نسبت به یه سری از یادگیری ها بالا بره. مثلا دلتون میخواد درس بخونید یا به دانشگاه برگردید یا رشته جدیدی رو تجربه کنید یا حتی برید دنبال علوم معنوی، حتی برید دنبال علوم خفیه، به خاطر اینکه ماهی توی خونه 9 ترکیب قشنگیه برای رفتن به دنبال چیزهایی که نمیدونید پشت پرده هستن و میتونن یه جورایی معنویتتون رو تحریک کنن. در این حالت حواستون به آدمای هپروتی و معلمای دروغین باشه که گیرشون نیفتید، به خاطر اینکه اگه حواستون رو جمع نکنید یه سری از آدما با دغدغه‌های مادی یا اینطوری بگم با دغدغه‌های سیر کردن ایگوشون لباس معلم و استاد به تن کردن و یه سری اطلاعات غلط غلط و هپروتی و آغشته به توهم رو تحویلتون میدن که این شاید به یه سری از اطلاعات برسونه شما رو، ولی مسیرتون رو با مشکل و سکته مواجه میکنه. اجازه نمیده اون چیزی رو که باید در دنیای معنویت ببینید رو ببینید.
ذاتاً وقتی ماهی توی خونه 9 هستش یه جورایی یه ذهن باز معنوی هستش، به دور از اون تعصبات خشک و خالی و سختگیرانه. اینجاست که باید خلاقیتتون رو به خرج بدید، اون حس بشر دوستانتون رو در وجودتون فعال بکنید، با آدمایی ارتباط بگیرید که واقعاً زندگی رو براتون پرمعناتر میکنن. اینجا این آدما میتونه گروه‌هایی از آدمایی باشه که در مورد فلسفه، علم، فناوری، تحقیق یا حتی درس میخونن، درس میدن. حتی میتونید خودتون معلم بشید، میتونید معلمی بشید که تمام داده هایی رو که در طی مسیر با عنوان معنویت جمع کردی واقعا بتونید انتقال بدید و این خیلی چیز قشنگ و خوشایندی هستش. و اما وقتی میگیم ماهی تو خونه 9 هستش و نود شمالی وارد اونجا شده، در واقع به زبون دیگه میگیم خوشه توی خونه 3 هستش و اون برای شما فعال میکنه. وقتی خوشه توی خونه 3 هستش، اون حس مرکوریایی چند برابر میشه. هم مرکوری دوقلویی فعال میشه، هم مرکوری خوشه‌ای فعال میشه. یعنی چی؟ یعنی هم استعداد خاصی برای جمع‌آوری کردن داده ها و اطلاعات و نمیدونم طبقه بندی کردن و ارتباط گرفتن و کنار خواهر و برادر و نمیدونم خانواده بودن کاملا فعاله. هم آنالیز کردن و اون ذهنیت های استقرایی و بعد چی رو برای کجا لازم داریم فعال میشه. و باید از این وضعیت برای اینکه تشخیصتون رو قوی بکنید و اون بتونید مدیریت وضعیت‌های بحرانی بکنید خیلی مهمه. به خاطر اینکه وقتی خوشه تو خونه 3 قرار میگیره اون ذهنش فعالتر میشه و وقتی نود جنوبی اونجا هستش وقت اون رسیده که تمام اون انسدادهایی که مسیر شکوفایی اون رو در طی سالها بسته و اجازه نداده که بتونه از دنیای قدیم، از اون کارماها، از تمام چیزهای کهنه و فرسوده‌ای که مسیر رو براش بسته و اجازه پیشرفت و ارتقا نمیده رها بشه. واقعا وقتشه ببینید و تشخیص بدید. ذاتاً محور ماهی خوشه با شفا مرتبطه به روش‌های متفاوت و توی هر خونه‌ای قرار میگیره، تم اون خونه رو به خودش میگیره. اینجا هستش که توی محور 3 و 9 توی محور خوشه ماهی امور زمینی و اسیری رو با هم ادغام کنیم. اینجا هستش که باید منطق و شهود رو با هم متعادل کنیم. اینجا هستش که ساختار رو با جریان به ارتقا برسونیم. به خاطر اینکه واقعاً اینجا جایی هستش که ما میتونیم با سفرهای کوتاه و بلندی که توی با آورده های این محور به اون شهود درونی و منطق ذهنیمون رو با هم ترکیب کنیم و واقعاً اون مسیر روحیمون رو ارتقا بدیم. چون که همه این تغییرات در نهایت برای بهبود و رشد ماست. وقتی نود شمالی داره وارد ماهی میشه ما رو تحریک میکنه که توی کارها زیاده روی کنیم. ممکنه احساس اجبار در گسترش مرزهای عاطفی بین فردی یا انرژی های خودمون بکنیم. از طرفی هم میدونیم
ماهی شهود ماست، دریافتای شهودی ماست که وقتی تو خونه 9 هستش به شکل متفاوتی با جهانبینی خاصی افزایش پیدا میکنه. ولی باید حواسمون باشه درگیر توهمات گسترده‌ای که ذهن ما رو مانیپوله میکنه نشیم و تن به دلسوزی ها و هبه‌کاری های بیجا ندیم. ولی از این طرف خونه 3 ما واقعا به ما میگه که اینقدر هم بی حد و مرز و محدودیت نباشیم. در مورد مسائل معنوی اگه توی این دنیا زندگی میکنیم یه قسمت از اون قسمت منطقیمون رو هم باز و بینا بذاریم که تحت تاثیر اون همون استادای دروغین قرار نگیریم. اینجاست که باید از سایه ها و نود جنوبی که آموخته های قدیمی و کارمیکمون هستش و یه جورایی انگار ما رو توی لوپ‌های تکراری گیر انداخته رها بشیم. دقت کنیم که همه اینها رو با آگاهی و همون آنالیز هوشیاری میتونیم با اون خوشه انتقادگرمون که جلوی زیاده رویش گرفته، چون انتقاد بد نیست به اندازه‌ای که سازنده باشه و شما رو از یه تله بیرون بیاره. ذاتاً خوشه میدونیم که نشان انتقادگریه. اون حس مازوخیستی هم در درون خوشه هستش. حتما از اون دور بمونید. خدازاری نکنید. زیاد به اون گفتگوهای ذهنیتون مجال ندید و به جای اون از موهبت‌های خوشه‌ایتون استفاده کنید. موهبت‌های خوشه‌ای چیه؟ حل و فصل بحران، انجام دوباره تنظیمات به صورت کاربردیه، چون خوشه به درستی میتونه تشخیص بده که چه چیز دیگه‌ای کارکرد مفیدش رو تو زندگی ما نداره و باید اون رو بیرون بندازیم، تمیزکاری بکنیم، رها بکنیم. حتی اگه اون آدمای نزدیک زندگیمون، در و همسایه و نمیدونم خواهر و برادرمون باشه. برای این کار هم شاهد بودن بهترین کاری هستش که میتونین در حق خودتون انجام بدین و تمام زیبایی ها رو در جهت مثبت به زندگی خودتون وارد کنید. مواظب خودتون باشید، زیاد به خودتون سخت نگیرید. عشق و نور رو همیشه در روحتون، در قلبتون، در زندگیتون داشته باشید. یه چیز دیگه ای هم که میخوام بهتون بگم اینه که دمنوش های خوشگل مشکل درست کنید، به خاطر اینکه توانایی شما برای این کار زیاده. اون حس درونی که خوشه داره میتونه تو این راهگشا باشه. مراقبه و مدیتیشن کنید، خودتون رو بیشتر از هر وقت دیگه دوست داشته باشید، به اون والد درونیتون اجازه درگیر شدن با روح و روانتون رو ندید و هر کاری میکنید حس خوب و رضایت درونیتون رو مد نظر بگیرید. امیدوارم هر کجای این دنیای قشنگ هستید عشق و نور به زندگیتون جاری باشه و موهبت‌های الهی همیشه سرریز زندگیتون باشه. دوستتون دارم. خدا نگهدار. مرسی یلا جان، نفست همیشه حق. انشالله که برکت این پادکست به زندگی چند برابر برگرده. من خیلی مدت نبودم. اول اینکه سلام میکنم به همگی، امیدوارم که حالتون عالی باشه و اینکه بعد از این همه مدت اولین پادکستی که حالا در مورد نشانها شنیدم پادکست یلدا جان بود. خودم هم خب نشان تارس هستم، بسیار بسیار کیف کردم، لذت بردم. و یلا جان عزیزم اگر میخوای بری میتونی بری، من دیگه خودم نشانها رو میگم عزیزم. تمام. اولا که مرسی که هستین، عشق میکنم با وجودتون. امیدوارم که واقعا افسانه جانم توی این مسیر که تو یکی از محورهایی هستی که خود من رو هم توی این مسیر نگه داشتی، همیشه عشق و نور برات جاری باشه.
بهترین ها و زیباترین ها رو تو زندگی تجربه کنی. دوست دارم. مرسی از وجودت. فدات بشم. خداحافظ. نگهدار. خب بریم سراغ شما مرداد ماهی های عزیز، کسایی که خورشید ماه رایزینگ در نشان لو دارن. فکر میکنم من یک بار این پادکست رو گرفتم ولی متاسفانه چون ویدیوها مختلف بود و من مجبور شدم ویدیوها رو مرج کنم با هم دیگه، کیفیت صدا اوردی 2 تا 3 تا استپ پایینتر اومد و بعد دوباره توی یوتیوب هم که گذاشته شد کیفیت پایینتر بود و دیگه مجبور شدیم حالا این قسمت رو حالا من دوباره بگم و حالا از اون بابت خیلی معذرت خواهی میکنم، چون من با کامپیوترم که گوش دادم صدا برای من اوکی بود، ولی وقتی که با گوشیم یهو دیدم پیام ها هستش که صدای خوبی نیستش، با گوشیم چک کردم دیدم واقعا صدا کیفیت خوبی نداره و تصمیم گرفتم اون ویدیو رو حذف کنم و دوباره براتون ویدیو بگیریم. اگر حنیف با ما جوینت بشه که ما این پادکست رو کامل خواهیم داشت، در غیر این صورت تا نشان آبان ماه رو من میگم و 4 نشان آخر رو حالا توی یک پادکست دیگه از منظر حنیف جان میشنویم، حالا به نوعی مختلف تر. برای شما لواهای عزیز، نود شمالی و نود جنوبی که توی محور خوش ماهی هستن، خونه 8 و 2 شما رو داره فعال میکنه و از شما میخواد که تمرکزتون رو روی مسائل مادی، استقلال شخصی خودتون رو که دارید به سمتی ببرید که در ابتدا پذیرش باشه، پذیرش معنویت. میدونید ماهی این رو از شما میخواد، منابع مشترکی که با دیگران دارید و این که بدونیم زندگی همیشه توی جریان هست و یک پیوستگی خاصی هستش برای هر کدوم از ما. نود شمالی توی خونه 8 داره اینو به ما نشون میده که حالا من یک سری منابع مشترک دارم، یک سری صمیمیت ها دارم، حالا این صمیمیت ها میتونه حتی انرژی جنسی من و سکشوالیتی من و به اشتراک گذاشتنش با دیگران هم باشه. توی این قسمت ها باید یک سری تحول عمیق اتفاق بیفته. یادمون نره که خونه 8 منسوبش هستش به پلوتو و شما هم یک نشانی هستید که لئو، نشانی هستش که ثابته. خونه 8 یک ثابتی خاصی هم داره و داره در مورد اصلا قسمت‌های سایه وجودی ما، اعماق تاریک وجود ما داره صحبت میکنه و احتمالاً در ابتدای واحد شما یک سری حالا چالش هایی رو داشته باشید از اینکه بخواید این تحولات رو برای خودتون رقم بزنید، ولی دارم بهتون میگم به قول گلدا جان هر چقدر که شما بتونید آرومتر بگیرید یا اینکه موج سواری کردن رو یاد بگیرید، قرار نیستش که شنای آنچنانی داشته باشیم، نه، یاد بگیرید از این موج به اون موج برید. این مراحل و پروسس برای شما خیلی خیلی راحت میشه و اون تحولی که توی رشد و روان شما میخواد اتفاق بیفته براتون خیلی خیلی آسان تر اتفاق میفته. قراره که شما توی نود شمالی توی ماهی ازتون میخواد که روابط صمیمی که با دیگران دارید که براتون باز کردم کل روابط شما رو داره در بر میگیره، یک جنبه معنوی و احساسی باید به خودش بگیره. زمانی هستش برای شما این گذر 1.5 سال وقتی دارید که یک سری تحولات عمیق رو داشته باشید. در مورد چی؟ در مورد اون رمز و رازهای زندگیتون. برین اونا رو کشف کنید، اون ناخودآگاهتون و اون بود احساسیتون که حالا گاهن بهش توجه نکردید و حالا شوخی یا سری ازش گذشتین، الان دعوت میشید که برید به اونها یک سری بذارید و بیشتر از اون تمایلات مادی. حالا احتمالاً حنیف توی صحبتاش توی قسمت نودها که توضیح داده و باز کرده گفته بهتون که قرار نیستش رهایی کامل از نود جنوبی اتفاق بیفته و حتما ما باید به سمت نود شمالی بریم و سرنوشت من اون رو داره نشون میده. نه، تعادل بین این دوتا، بین نود جنوبی و نود شمالی هستش که من اگر تعادل قسمت نود جنوبی رو رعایت بکنم، نود شمالی رفتن و به سمت اون سرنوشت یا دارمای خودم رفتن برام سهل و آسان تر میشه. پس هر چقدر که شما روی کردتون به مسائل شهودی تر باشه، بیشتر به شهودتون رو رجوع کنید، به قسمت اون
حسی که فراتر از حتی حس ششمتون هستش برید و به اون رجوع کنید، اتفاقات بهتری براتون رقم میخوره. به جایی که بخواید تمرکزتون روی دارایی هاتون باشه، ثروتی که حالا خود من به دست آوردم، نود شمالی از شما میخواد که اون منابع مشترکتون، حالا چه مادی باشه چه احساسی، رو درکش کنید، متوجهش بشید و بتونید حالا این احساس حالا عمیق بودن یا ارتباط صمیمی که دارید، حالا چه از طریق مشارکت های مالیتون چه از طریق سرمایه گذاری هایی رو که با دیگران دارید، بتونید حالا از طریق تجربیات احساسیتون با دیگران به اشتراک بذارید. در نشان ماهی، یعنی خود نشان ماهی، یک هیلینگ، یک شفایی قرار اتفاق بیفته و درمان و رهایی شما از چه چیزهایی قرار اتفاق بیفته؟ از اون الگوهای قدیمی که حالا میگفته که من استقلال کامل میخوام، یا گاهن به یک سری انزواهایی بوده حالا کشیدت میشدید. الان شما داره میگه بیاین به سمت حالا روابطتون متقابل تر باشه، همدلانه تر باشه، دلسوزتر باشین با هم دیگه، و قراره که اون زخمای احساسی قدیمی که ممکن باشه الان مثلا به این فکر کنی خب من با فلان کس رابطه برقرار کردم، زخم احساسی خوردم و دیگه وارد رابطه نمیشم. این یک مثال خیلی کوچیکیش هستش از اون روابط قدیمی که حالا توی ناخودآگاهتون مونده و یک سری ترسی توی وجود شما به وجود میاره و اجازه نمیده که حرکت کنید برید به سمت جلو. داره اینها رو براتون به قولی لایه روبی میکنه. میدونید که خونه هشتم باید هی لایه لایه بزنید تا به اون قسمت های زیر برسید. یعنی اول یه سری لایه های کوچیک هست، کوچیک، تا اون پایین تر که میرسه حالا اون لایه روبی سخت تر میشه. قراره که شما کنترل کردن رو رها بکنید و پذیرش و تسلیم رو یاد بگیرید. نشان ماهی میگه من حتی 2 تا دستم بالا هست، تسلیم مسیر رو پیش روم هستم و واقعا اینجا از شما میخواد که کنترل رو کنار بذاریم، اعتماد داشته باشیم، تسلیم باشیم و اون ایمانی که توی وجودمون هست، توی قلبمون هست. شما اصلا نشان لئو هستید، خورشید حاکم شما هست، قلب شما داره حرکت میکنه. من قلبم داره به من میگه چه مسیری رو برم. پس خونه هشتم میتونه برای شما در کل به این معنا باشه که رها بکنم اون ترس هایی که من داشتم توی ناخودآگاهم. حالا ترس میشه ترس تجاوز باشه، مانیپولیشن باشه که حالا یه کسی بیاد منو دستکاری بکنه، ترس از اینکه یه چیزی رو از دست بدم، و در مورد مبارزات قدرت هستش، یعنی اینکه من تحت سلطه کسی قرار بگیرم. اگر من برم نیازهای احساسی و حتی روابط جنسی خودم رو با یک نفر در میون بذارم، اون میخواد از من سوء استفاده بکنه. و اینکه یا شما تحت تاثیر روابط، تسلط یک نفر توی رابطه قرار میگیره، یا نه یک نفر میاد روی شما متسلط میشه. این حالا برای هر کس به نوعی میتونه متفاوت باشه نسبت به شخصیتی که دارید، ولی این رو قرار ما به تعادل برسیم. و اگر بخواید بتونید به این فرایند تحولی که براتون اتفاق میفته اعتماد بکنید و خودتون رو به روی اون تغییرات عمیقی که داره برایتون چه از لحاظ احساسی و مادی داره اتفاق میفته باز بذارید، برای شما لئوها بسیار بسیار پربرکت خواهد بود. این نود شمالی توی نشان ماهی. نود جنوبی توی خونه دوم شما، خونه دوم در کل در مورد دارایی ها هست، ارزش من و در کل عزت نفس من و اون مالکیت هایی که من دارم نسبت به چیزهای شخصی خودم. یعنی من این خونه رو خودم به دست آوردم، کسی دیگه درش شریک نبوده، این دستاورد خودم بوده، کسی دیگه شریکش نبوده. و بیشتر در مورد ارزش گذاری هستش که هر شخصی برای خودش قائل هستش. پس هر چقدر من روی خودم ارزش گذاری بیشتری بکنم، خودم رو بهتر بدونم، نه بهتر از اون منظر سلفیش، نه بهتر بدونم، پس به دیگران هم همونطور میتونم برخورد کنم و رفتار کنم. هر چقدر شما بتونید، خب انرژی خوشه به نوعی هستش که تمایل داره که حالا مثلا من ثروت خودم رو داشته باشم، مالکیت داشته باشم و در کل امنیت شخصی داشته باشم برای خودم. و نود جنوبی توی خوشه از شما میخواد که این وابستگی بیش از حد به اون دارایی، به اون مال، به اون چیزی که
شاید من ارزش خودم رو به اون، اگر بخوام تعریف کنم خودم رو، میگم خب من افسانه هستم یک مدرسه دارم، من افسانه هستم یک زمین دارم. خب هر چیزی رو که من رو بچسبونم بهش و ارزش خودم رو با اون چیزه بخوام بالا بیارم، باید اون رو رها بکنم و باید یک باز تعریفی از خودم داشته باشم. در کل قراره که ما انرژی خوشه که برای همه داره اتفاق میفته و نود جنوبی اونجا قرار داره برای همه ما کمالگرایی رو میگه رها بکن. توی همه نشان ها من این رو تاکید میکنم و در کل در قراره که یاد بگیریم توی این 1.5 سال آینده هیچ کدوم از ما پرفکشن کامل نیستیم. همه ما داریم گام به گام، پله به پله به سمت اون کمال خودمون حرکت میکنیم و اون تعویق انداختن های خوشه یا انجام ندادن کارهای روزمره خودش که مثلا گاهم باید انجام بده و نمیده، به خاطر اون کمالگرایی بیش از حدش هستش. پس کمالگرایی قراره که کنار بره و توی این خونه داره به یک شکل برای شما ظاهر میشه که زمانی خودتون رو میتونید ارزشمند بدونید که خودکفا باشید. من اینجا قراره که حالا یه سری خودکفایی رو دارم، ولی گاهنم احتیاج دارم که با یک کس دیگه مشورت کنم یا یک کمکی بگیرم. این دوتا رو داره به چالش برای شما میکشه و هر چقدر که شما بتونید اون کما رو رها بکنید، دیدگاهتون جامع‌تر باشه، معنادارتر باشه و یک معنای جدیدی از اون عزت نفس خودتون داشته باشی و وابسته به اون دستاوردهایی که گفتم در موردش یا اون مالکیت‌های خودتون نداشته باشین، واقعا دارین به سمت اون دارمای خودتون حرکت میکنید. خود نشان خوشه یک تمایلی داره که همه چیز منظم باشه، تحت کنترلش باشه، تمرکز داشته باشه بیش از حد روی زندگی، روی دارایی هام، روی چیزهایی که به دست آوردم. ولی در کل این این محور خوش ماهی از شما میخواد که مدیریت دقیق رو واقعا رها بکنین، فضای بیشتری رو باز بذاریم که جریان‌ها که هر چقدر آزادتر باشن حرکت کنن بیان به سمت ما، اعتماد داشته باشیم و تصمیم مسیر زندگیمون باشه. اینها هستش که بعد همه چیز رو برای ما مرتب میکنه. تمرکزتون رو اینجا قراره که شما به سمت یک سری وابستگی های متقابلی حرکت بدید که به جای اینکه فکر کنید همه چیز رو من خودم باید جز به جز انجام بدم، کنترل کنم، نود شمالی داره چی میگه به شما؟ میگه اگر با دیگران ارتباط برقرار کنید، چه تو امور مالی، احساسی و روحی، به همدیگه یک کمک بکنین، به همدیگه همیار باشین، هم نفس باشین، امور خیلی راحت تر براتون پیش میره تا اینکه خودتون بخواید من همه چیز رو قرار به دست بگیرم. یه سری موضوعات کلیدی هستش من میگم در مورد خونه 8 و 2. اینکه انتقال شما از اون مادیگرایی به ارتباطات معنوی هستش. رها بکنید اون کمالگرایی رو، به خصوص توی اون عزت نفسی که دارید. قرار نیستش که من پرفکشن اعتماد به نفس و عزت نفس باشم، نه، همینی که هستم اوکی هستم. به خصوص لئو یک اغراقی هم توی بروز عزت نفس داره، ولی وقتی که به اون زیر مجموعه خودش رجوع میکنه میبینه اون عزت نفسی که داره شوآپ میکنه نشون میده واقعا شوآپ هستش، نه اون چیزی نیستش که واقعا داره نشون میده. پذیرش وابستگی متقابل به جای استقلال کامل هستش. تحول از طریق عمق احساسات، یعنی عمق احساسات من داره یک دگرگونی خاصی برایش رقم میخوره و رها کردن کنترل و پذیرش تسلیم هستش. چالش های احتمالی که برای شما اتفاق میفته این هستش که به خصوص حالا کسایی که در درجات آخر نشان لئو خورشید ماه رایزینگ دارن، به خاطر که نودها عقب گرد هستن و ابتدا درجات آخر رو تاچ میکنن، دشواری توی رها کردن نیاز به امنیت مادی یا کنترل توی قسمت مالکیت های شخصی هستش. در ابتدا براتون چالش هستش، مشکل داریم به اینکه بخواین اعتماد کنیم به دیگران، یا اینکه من اگر اعتماد کنم استقلال شخصیم که یک لئو نشان آتش احتیاج داره که استقلال داشته باشم توی کارهای خودم، ولی قراره که این رو شما به اون حد تعادلش برسید. قرار هستش که شاید در ابتدای واحد از اینکه بخواید با اون تروماهای احساسی خودتون یا ترسایی که از دست دادن توی منابع مشترکتون هستش، حالا کسی در مورد
مشکلات، حالا مسائل مربوط به اینکه نفقه بده، دیه بده، نمیدونم کسی بخواد حالا مالیات بده، حتی بخواین مثل کسی طلاق گرفته باشه باید مهریه بده. تمام اینها برای لئوهایی که حالا توی این پوزیشن هستن و قسمتی منابع مشترک هست براتون روی کار میاد و در ابتدا یک ترسی دارین، خب من اگر مثلا اینقدر بخوام دیه بدم دیگه نمیتونم. ولی هر چقدر که بتونید این رو منیجش بکنید و زودتر این کار رو انجام بدید، بقیه چیزها براتون بازتر میشه، انگاری از یک گره رها شدید. و اینکه کمالگرایی رو در ابتدا شاید هر کدوم از ما بخوایم رها کنیم برامون سخت باشه و یک تعادلی رو بین اون عزت نفس خودم و اون دستاوردهایی که دارم و به من وابسته نیستش باید به وجود بیارم، و اینکه یک تضادی بین تمایل شما به اون موفقیت مادی که میخواین داشته باشید، خونه دوم، و دعوت یا فراخوانی که برای شما اتفاق افتاده به عنوان اون رشد روحی یا اون تجربیاتی که قراره در مورد مشترکات عاطفیتون، حتی صمیمیت هاتون با دیگران به اشتراک بذارید، اینها یک تضادی براتون به وجود میاد که مربوط هستش به خونه 8 شما. در کل میخوام بهتون پیشنهاد بدم که هر چقدر شما رها بشید از اون چیزهایی که منسوب کردید به خودتون، بپذیرید که من با یک سری آدم دیگه هم دارم زندگی میکنم و اینها چه از لحاظ مالی، احساسی، عاطفی، کاری با من درگیر هستن و من اعتماد کنم به مسیر، تسلیم فرایند زندگی باشم و توی احساسات خودم برم کاوش کنم و رو راست باشم باهاش، ببینمشون هم اون اتفاقاتی که برای من افتاده و نتونستم درکشون کنم. واقعا یک لئو انگاری که خونه 8 میگه مثل ققنوسی که از خاکستر برمیخیزه، شما از خاکستر وجودی خودتون برمیخیزید و یک باز تعریف جدیدی از اون عزت نفس خودتون خواهید داشت. پس قراره بین اون جنبه‌های مادی و عملی زندگیتون که مربوطه به خونه دوم با اون جنبه‌های معنوی و تحول گرایانه‌ای که قراره مربوط هستش به خونه 8 شما و نشان ماهی، قراره که یک تعادلی رو برقرار کنید و هر چقدر بتونید بگید که خب من مستقل کامل نیستم، به دیگران هم وابسته هستم، رشد عاطفی و اون تجربیات مشترکی که توی اون به اشتراک گذاشتن خودتون با دیگران به دست میارید، بسیار بسیار میتونید سود و منفعت ببرید. طرف خیر و برکت برای شما لئوهای عزیز. میریم سراغ شما خوشه های عزیز و دوست داشتنی. سلام میکنم خدمت شما خوشه های عزیز، شما کسایی که خورشید ماه رایزینگ در نشان خوشه دارید و اینکه شما مهمان نود جنوبی در نشان خودتون هستید و خونه 7 شما که ماهی قرار داره نود شمالی قرار میگیره و قراره که شما تمرکزشون بره بر اساس تعادل میان چی؟ میان اون که من آگاهی از خودم چقدر هستش، هویت شخصی خودم، اون استقلالی که خونه 1 میطلبه، با اون شفقت، اینکه روابط و شراکت هایی که من و دیگری هستش مربوط هستش به خونه دوم، قراره که بین اینها یک تعادلی رو برقرار بکنید. خونه 7 مربوط هستش به شراکتتون. شراکت میتونه با خواهر برادرم باشه، با خودم باشه، با حالا حتی همسرم باشه، ولی من و دیگری هست، من و یکی دیگه هستش. و اینکه چطوری شما میتونید این رو واقعا توی خودتون پرورش بدید که من احتیاج دارم به یک شفقت برسم و روابط رو من قراره درکشون بکنم. پس اینجا قراره که شما روی کردتون به روابط همدلانه تر باشه، بخشنده تر باشید نسبت به دیگران و اون انتقادات سختگیرانه‌ای رو که داشتید کنار بذارید. قراره که شما اینجا یاد بگیرید اعتماد داشته باشید به اون جریان طبیعی زندگی توی شراکت هاتون، بدون اینکه تلاشی بکنید که چیزی رو کنترل بکنید یا اینکه خیلی نکته سنج بشید یا جزئیاتی رو در نظر بگیرید یا اینکه نه من ذره‌بین دست بگیرم فلان رفتار رو زیر نظر بگیرم. نه، قرار نیست که همچین اتفاقایی برای شما اتفاق بیفته و قراره که بپذیرید که همه ماها
توی روابطمون یک سری تجربیاتی داشتیم که گاهن آسیبزا بودن و برای ما یک سری تروماهای ذهنی رو به وجود آوردن. قراره که شما از این کمالگرایی مطلقی که منسوب حتی هستش به اون نشان خودتون رها بشید. یعنی شفا و هیلینگ برای خوشه های عزیز این هستش که واقعا رها شدن از این قسمت هستش. توی قسمت شما قراره که روابطتون اون معنای احساسی رو به خودش بگیره، به جای اینکه حالا تمرکزتون صرف بر این باشه که خب من عملگرا باشم، قراره که یک سری پیوندهای عمیق‌تر و روحانی‌تری رو برقرار بکنید. حالا فراتر از این باشه که من یک سری نگرانی‌های مادی یا منطقی داشته باشم و قراره که میان استقلال و همکاری که حالا تو این دوره روابط ممکنه حالا نقش مهمتری برای شما ایفا بکنن، شما بتونید یک سری ارزش‌های خودتون رو با اعتماد کردن به دیگران به اشتراک بذارید. خونه هفتم که منصوب هستش، الان ماهی اونجا قرار گرفته. یه بار دیگه برگردم قسمت خوشه رو تمومش کنم چون ماهی رو الان گفتم دیگه، ببخشید اینجا اشتباه کردم. خونه اوله داره در مورد اون هویت شخصی صحبت میکنه، در مورد اون ظاهر شما صحبت میکنه و اگر شنیده باشید اون کارت ویزیتی هستش که من به دیگران دارم نشون میدم و اون اهداف فردی من هستش و توی این قسمت قراره که شما نگرش هایی که نیاز به رهایی دارن رو اینجا توی خودتون تقویت بکنید. حالا در کل میخوام بگم که تمرکزتون بیش از حد، حالا اینکه من خودم رو چطوری به دیگران ارائه میدم، قراره که به یک ایدئال دست نیافتنی دست پیدا کنم، نه، قراره که از اینها واقعا رها بشید. اون کمال مطلق رو گفتم، باید ازش دست بکشید. قراره که اینجا اگر شما در گذشته خیلی بیش از حد به خودتون متکی بودید و از اتکا به دیگران حالا اجتناب میکردید، اینجا قراره که دیدگاهتون یکم آرومتر بشه، نرمتر بشه، به نوعی حالا بتونید به اون قدرت شراکت ها هم ایمان بیارید. تغییراتتون قراره که توی خودسازی اتفاق بیفته و این خودسازی قرار نیستش با خدشه‌دار کردن روابطتون با دیگران تموم بشه. قراره که روابطتون با دیگران یک معنای جدیدتری رو برای شما به وجود بیاره و اینجا جاییه که خوشه یاد میگیره تو این 1 سال و نیم آینده. من قراره که به جای بیش از حد تحلیل کردن، حالا چه توی اعمال خودم چه توی هویت شخصی خودم، قراره که به اون حکمت درونی خودم، به اون بینش خودم، به اون شهود خودم اعتماد بکنم و بیش از حد اون منتقد درونی نباشم، خود انتقادگر نباشم. موضوعات کلیدی که قراره برای شما اتفاق بیفته این هستش که میان خودتون و دیگران قراره که تعادل برقرار کنید. قراره که اون مرز سفت و سختی رو که قرار داده بودید رو توی روابطتون این مرز به نوعی ابتدای کم نرمتر بشه و گاهن میدونید نشان ماهی اصلا حد و حصر، بی حد و حصر، مرز نداره، بی انتها بشه. قراره که روان بشین، قراره که اون کمالگرایی رو رها بکنید، قراره که اون تروماهایی که توی روابط داشتید رو کنار بذارید و اعتماد بکنید بار دیگر و اینکه اگر شما پذیرش کامل داشته باشید توی ارتباطات معنویتون، واقعا میتونید از اون بارهای کارمایی که روی دوشتون داره سنگینی میکنه با اون شفقت، با اون اعتماد ماهی ازش رها بشید. چالش هایی که برای هر کدوم از شماها اتفاق میفته این هستش که در ابتدا برای همه ما، به خاطر اینکه خب نشان خوش ماهی رو داریم هممون تجربه میکنیم، یک سری حالا چالش ابتدایی اینه که من نیاز به استقلال دارم و قراره حالا نسبت به توی یک رابطه‌ای باشم که اون رابطه بخواد حتی من رو کنترل کنه یا حتی من رو به یک سمتی از مسیر جدیدی از زندگی برسه. من اگر از A میرفتم به نقطه B میرسیدم، شاید اون شخص بخواد از A C D E F آخر کار من رو به بی برسونه. میدونید چی میگم؟ شاید از یک مسیری میخواد برید، تجربیات رو
تجربه کنید که براتون یه خورده سخت باشه. اینکه انتقاد بیش از حد داشته باشید، هم با خودتون هم با دیگران، به ویژه توی روابطتون، و اینکه شاید به اینکه به طور طبیعی شما نتونید اون اعتماد کامل رو داشته باشید بدون اینکه بخواید مدیریت جزئیات کنید. در ابتدا شاید این براتون سخت باشه. من حتما باید نکته ها رو دقیقاً چک بکنم و بر اساس اون نکته هایی که در نظرم هست، بر اساس اون چیزهایی که در نظرم هست پیش برم. این در ابتدا براتون دشواره که اون اعتماد کامل رو داشته باشید. و توی قسمتی که مربوط هستش به اون آسیب پذیری احساسی، شاید شما بیاین اولویت اول رو به اون منطقتون یا اون ذهن خوشه خودتون بدید و بعد یاد میگیرید که خب من شهودم رو با منطق بتونم با همدیگه یکسان کنم، بسیار میتونه برام راحت تر باشه. هرچقدر تمرکز شما روی روابط باشه، مبتنی بر اعتماد، همدلی، ارتباط حسی، این گذر براتون بهتر هستش، روانتر هستش. هر چقدر اون گرایش کمالگرایانه‌تون رو کنار بذارید، توی برخورد با خودتون و دیگران بهتر هستش. یا شاید شما یاد میگیرید خدمت اینجوری نیست من حتما باید به یه نفر اینجوری خدمت کنم، برم یه کاری رو راه بندازم. نه، یک سری خدمت‌های شاید ماورایی رو شاید شما یاد میگیرید که به نوعی دیگه هم میشه خدمت کرد به دیگران و به خلق. و اینکه یاد میگیرید یا دارید تمرین میکنید که توی روابط اجازه بدید همه چیز طبیعی پیش بره بدون اینکه شما تلاشی بکنید که یک سری نتایج رو تحمیل کنید. اینکه خوشه انتهای قضیه رو میبینه و بر اساس اون انتهای قضیه تصمیم میگیره چه کاری رو انجام بده. مثلا اینکه من اگر توی رابطه با فلانی بخوام برم، آخرش شاید به دعوا بحث چیده بشه، پس از همین اول اون رو انکار میکنم یا کنارش میذارم. پس اینها قراره که تمرین کنین که نه، من اگر وارد بشم شاید یک سری تجربیاتی به دست بیارم که شاید گاهن نتونم اونها رو تجربه بکنم. هر چقدر که شما بتونید توی فعالیت‌هایی که مربوط هست به اون ارتباطات معنوی یا احساسی و بتونه اونها رو برانگیزه و براتون تقویت کنه، مثل مدیتیشن، فعالیت‌های خلاقانه توی شعر، موسیقی، اینها براتون پربرکت خواهد بود. و بپذیرید که اهداف شما و دیگران توی شراکت ها میتونه مشترک باشه، به جای اینکه تمرکز صرف و کامل داشته باشید روی دستاوردهایی که خود خوشه میخواد به دست بیاره یا خودتون به دست بیاره. و در آخر میخوام بهتون بگم این گذر داره تشویق میکنه شما رو که شیوایی که قبلا داشتید حالا بیشتر توی رابطه محور باشه، همدلانه تر باشه، هماهنگ باشین با اون معنویت، با اون زندگی طبیعی و رها بکنید اون تمایلات خودانتقادی و پذیرش زیبایی که توی ارتباطات هست. من همیشه گفتم ماها فقط با ارتباط با دیگران تکامل پیدا می‌کنیم. من تنهای افسانه بشینم توی خونه انزواگر باشم، هیچ رابطه‌ای نداشته باشم، بگم من با الوهیت دارم ارتباط برقرار میکنم، خودم رو خیلی خوب میشناسم، ولی به محض اینکه وارد یک رابطه بشم و صحبت یک نفر بتونه ذهن من رو به هم بریزه، بتونه من رو پریشون کنه، من تکاملی پیدا نکردم. من زمانی تکامل پیدا میکنم که بتونم همزمان وقتی که با دیگران رابطه برقرار بکنم، نه تنها بتونم نظرات و انتقادات اونا رو بشنوم به خاطر که خونه 7 مربوط هستش به شنیدن، بلکه بتونم نظرات و انتقادات خودم رو هم وارد کنم و در آخر به یک کانکلوژن و نتیجه مثبتی برسم با دیگران. طلب خیر و برکت برای شما خوشه‌های عزیز. بریم سراغ شما لیبراهای عزیز و دوست داشتنی. سلام میکنم خدمت شما لیبراهای عزیز، کسایی که خورشید ماه رایزینگ در نشان لیبرا دارید. شما قراره که خونه 6 و 12 فعال باشه و یعنی شما توی این گذر تمرکزتون روی یافتن تعادل بین خدمت کردن به دیگران یا ساختارمند بودن یا عملگرا بودن که مربوط هستش به خونه 6 با اینکه تسلیم بشم معنویت و التیام درونی که مربوط هستش به خونه 12 رو قرار یک تعادل نسبی بتونم برقرار کنم بعد از گذر این 1.5 سالی که حالا قراره که ما این گذر رو تجربه کنیم. کسایی که در
درجات آخر یا میتونم بگم دکان آخر سیاره‌ای دارن انرژی رو بیشتر دریافت میکنن، به خاطر که نودها همینطوری که حنیف جان شاید براتون توضیح داده باشه، توی پادکست قبلی احتمالاً شنیدید، عقبگرد هستن و از حالا نشان از 29 درجه میان 28 27 تا بیان برسن به 0 درجه خوش ماهی. نود شمالی توی نشان ماهی و خونه ششم روی روالهای روزمرگی شما، کار، سلامت، خدمت به دیگران بسیار تمرکز داره و قراره که شما حس بکنید که کمک کردن بگید به دیگران، چه تو روح‌های احساسی و معنوی باشه، براتون بهتر هستش. اینو یه حس خیلی خوبی بهتون میده. من اگه قرار کمک بکنم توی راه احساسی معنوی باشه، حالا میتونه توی توی کارتون باشه، توی قسمت سلامت باشه، توی تاکید روی این باشه که من برم از کسی مراقبت عاطفی بکنم، یا نه برم خونه سالمندان، یا نه اینکه برم زندان ها، به خاطر که خونه 12 اینها رو هم در بر میگیره. و حتی این رو هم بگم، شاید توی قسمت های آسترولوژی ودیک تاکید زیادی میکنن خونه 12 شاید ما رو به جنون بکشه. تو چه زمینه میتونه ما رو به جنون بکشه؟ زمانی که من توی کیاس یا هرج و مرجی که بین زندگیم و ذهنم و اون چیزی که روح و صلح من از صمیم قلب داره منو فرا میخونه برم و نتونستم برم، هر چقدر بیشتر بتونم این رو هماهنگی رو کامل کنم، خونه 12 رو میفهممش، به خاطر که خونه 12 انقدر باز هستش، انقدر من رویا شاید ببینم، شاید یک چیزایی رو ببینم، بس این که بخوام تعریفشون کنم برای دیگران عاجزش باشم، احساس کنم که شاید من دیوونه شدم، خدای نکنه کارم به تیمارستان بکشه، به جنون بکشه، یا اینکه نه من اون احساساتم رو اونقدر نتونم به کسی بگم که اینکه خدای نکرده اون طرف رو بکشم یا خودکشی کنم. این اتفاقات میفته که خونه 12 رو اینجوری محسوب کنم، ولی انقدر خونه 12 زیبا و دوست داشتنی هستش و خود خونه 12 خب نشان ماهی هستش و فکر کنید دبل سیگنچر داره برای شما اتفاق میفته و شما هر چقدر روح و روانتون رو به سمت معنویت، الوهیت، کار و خدمت به دیگران که شاید میدونم گاهن از لحاظ مالی هم اونقدری نداشته باشیم، ولی مثلا از همون روزمرگی که من به دست میارم یه کوچولوشو بتونم به دیگران کمک بکنم، خیر بکنم، یا به حیوانات بی سرپرست کمک بکنم، تونستید واقعا از این منظر به راحتی عبور بکنید. پس اینجا قراره که توی زندگی روزمره‌تون انعطاف بیشتری داشته باشید. اگر برنامه‌ریزیگر خیلی قهار و ماهری هستید یا بیش از حد وسواس کامل دارید روی جزئیات، قراره که تصویر رو بزرگتر ببینید یا بازتر ببینید، قرار نیست من حتما همینجا پیدا کنم. و اینکه بین کار، مسئولیت روزمره خودتون، اونها رو با یک هدفی عمیق‌تر هماهنگ بکنید. اینکه قرار نیستش که من انجام وظایف داشته باشم، بپرسید از خودتون که چطوری میتونم تلاش هایی که انجام میدم، کاری که انجام میدم، مسئولیتی که بر عهده من هستم رو این رو یک جوری انجامش بدم که نه تنها حالا اون سیستمی که توش دارم کار میکنم سود ببره، یک سیستم بزرگتر هم بتونه از اون سود ببره. هر چقدر شما بتونید واقعا تمرکزتون رو بذارید بر سلامت جامعه‌ای بزرگتر، حالا این میتونه شیوه های درمانی مختلف رو شما جایگزینش کنید، حالا چه معنوی باشه، چه حتی کمک کردن به دیگران باشه، حتی از خانواده خودتون شروع کنید، یوگا باشه، مدیتیشن باشه، کارهایی که واقعا انرژی محورشون روی بهبود سلامت جسمی و احساسی هستش. یعنی شما باید این جسم و احساس رو بتونید با همدیگه ترکیبش کنید و خودتون رو راغب این نشون بدید و اون نشون این انجام ندید که اوه من نه الان انجام بدم نمیشه، بذارین حال فردا انجامش بدم، چون خوشه یک انکاری داره برای اینکه بخواد یک کاری رو شروع کنه. هر چقدر زودتر این کارها رو شروع کنید راحت تر میتونید از این گذر عبور کنید. نود جنوبی که توی خوشه هستش، خونه 12 شما، نماینگر اینه که
شما اون ناخودآگاهتون، معنویتتون، ترسای پنهان و اون انزواگری، یعنی کارت هرمیت رو داره نشون میده و قراره که از اون عادت و گرایش های قدیمی که حالا از 18-19 سال پیش با خودتون کشیدید رها بشید و موضوعاتش این هستش که تمایل پیدا کنید که با اون ترسا، احساساتی که خودتون رو بیش از حد تحلیل می‌کردید یا اینکه به ناشناخته ها اعتماد نداشتید یا اینکه همیشه تلاش می‌کردید چیزها رو کنترل کنید به جای اینکه تسلیم باشید، اینها قراره ازش رها بشید. قراره که اون کمالگرایانه بودن همه چیز رو ازش یک فاصله کامل بگیرید و یاد بگیرید اعتماد داشته باشید به دیگران و برقراری ارتباطی عمیق‌تر که این ضروری تر. خونه 12 اینه که من با همه میتونم رابطه برقرار کنم، همه جزئی از من هستن، ما جزئی از یک وحدت کل هستیم. این رو براتون یعنی برای خودتون بنویسید. 6 و 12 من همیشه وقتی فعال میبینم حتما ازشون میخوام یه دیری داشته باشن، یک روزانه داشته باشن، چون بعد از یک ماه که مرور میکنم میبینم، بعد میبینم واو چقدر من اپسیلونی شاید تغییر کردم، ولی همین اپسیلون چقدر تونسته توی زندگی روزمرم تاثیر بذاره و چقدر بهم کمک کرده. بنویسید اون چیزهایی که آزار و اذیتتون میدن، کارهایی که باید تو دو باشه انجام بدید و کارهایی که میتونید متحولشون کنید یا متحول نه، میتونید واگذارشون کنید مثلا به چندی آینده. مثلا من این هفته شاید نتونم انجامش بدم، ولی اگر 2 ماه دیگه انجامش بدم هیچ تفاوتی نداره تا اینکه الان خودم رو مجبور کنم انجام بدم و اون نتیجه مطلوبی رو که میخوام نداشته باشه. پس از اون انزوای خودخواسته‌ای که دارید قراره که رها پیدا بکنید و قراره که خود نشان خوشه و 12 با یک میگیم احساس گناه در ارتباط هستش که اون احساس گناه پنهانی که توی روانتون هست و داره میگه که شما ناکافی هستید یا کافی نیستید. قراره که این رو واقعا یک لیبرا خودش رو ببخشه، رها بشه و قراره که دعوت بشه از صمیم قلب به این موضوع که من نه همینی که هستم اوکی. من اگر توی یک موضوعی بهترین خودم رو گذاشتم پس چرا ناراحت باشم؟ و قراره که شیوه های معنوی رو ما در انتهای این موضوع میبینیم که لیبراهایی هستن که میان در مورد امور معنوی حالا به صورت شهودی و روانتر صحبت میکنن، یعنی خیلی راحت میان در موردش صحبت میکنن. شاید قبل ترس و واهمه بوده از اینکه من صحبت کنم، ولی بعدها یعنی بعد از این گذر یا حتی توی این گذر میبینیم که لیبراهای بسیاری میان توی این امور معنوی، حالا چه آسترولوژی باشه، ستاره شناسی باشه، کارهایی که واقعا دارن در مورد این امور صحبت میکنن و راحت تر میتونن صحبت کنن و ساده ترش کنن که عموم مردم هم متوجهش بشن. قراره که شما تعادل بین خدمت و تسلیم شدن رو یاد بگیرید. از کمالگرایی همه نشانها واقعا باید رها پیدا کنن. قراره که معنویت رو در زندگی روزمرگی خودتون ادغام کنید و پیدا بکنید و قراره که خودتون رو ببخشید، التیام پیدا کنید، شفا پیدا کنید از این منظر که من تونستم با اون ترسای ذهنی پنهان وجود خودم روبرو بشم، اون احساس گناه رو کنار بذارم، اون طرحواره‌ها یا الگوهایی که توی ناخودآگاه من هستن و دیگه به من خدمتی نمی‌کنن رو کنار بذارم، باشون روبرو بشم و اگر قراره که یک جایی رو از زندگیم سایه افکنده رو اونها رو پاکشون بکنم. اینجا شما خدمت همراه با شفقت رو یاد میگیری و نمیگی که اوه من این کار رو انجام دادم و بیانش میکنی، نه، از صمیم قلب با تمام وجودتون این کار رو انجام میدید که واقعا نشون میده یک بازتابی از درون شما هستش. چالش‌های احتمالی که داشت یعنی در ابتدای واحد، چون همه ما وقتی که یک ترانزیت بعد از حالا این مدت 1.5 سال عوض میشه، مخصوصا محور نودها در ابتدا یک مقاومتی داریم برای اینکه بخوایم حالا باهاش روبرو بشیم، اینکه کنترل و کمالگرایی رو توی روال‌های روزمره و عادت‌هایی که توی ناخودآگاهتونه شاید بخواید رهاش بکنی یا نه نگهش دارید، یک سری مشکل یا چالش هستش، دشواری هستش بین تعادل برقرار کردن بین اون مسئولیت‌های روزمره‌تون و اون شیوه‌های معنوی که قراره یاد بگیرید، یا اینکه احساس خستگی شاید داشته باشید، اینکه من شاید
بخوام یک کارگر معنوی باشم، بیام اون نیازهای معنوی خودم رو برقرار کنم، یا این که نه کارهای روزمره‌مو رو برقرار کنم و نتونم تعادل رو برقرار کنم، یک احساس خستگی، فرسودگی به من دست میده. و اگر شما در ابتدای واحد یک عقب نشینی داشته باشید، برید توی اون، شما نشان لیبرا هستید. نشان لیبرا نشانهای کاردینال آغازگر هستن و آغازگرها قبل از اون باید 2 قدم برگردن عقب، تو استپ بک، و ببینن توی گذشته مثلا چه کارهایی رو باید پاک کنن، رها کنن، بعد بتونن وارد اون امور جدید بشن. پس شما اون عقب نشینی رو در ابتدای واحد نیاز دارید و بعد با اون مسائل گذشته که روبرو شدید میتونید واقعا اون درسای معنوی جدید رو یاد بگیرید. هر چقدر معنویت رو توی روالهای روزمرگی خودتون اقدام کنید، هر چقدر کمالگرایی رو کنار بذارید، هر چقدر تمرکز رو بذارید روی خدمت دلسوزانه به خلق بشر یا یک جامعه‌ای، برید یک جایی داوطلب بشید، کار بکنید به دیگران، کار شما معنا و هدف واقعی پیدا کنه. هر چقدر بتونید با اون ناخودآگاه خودتون، ترسایی که توی ناخودآگاهتون روبرو بشید، روی سلامت جامعه تمرکز داشته باشید، شما تونستید این گذر رو به خوبی بگذرونید و با یک لیبرای پرمعنا و پر و پیمونی ما خواهیم داشت و قراره که این گذر شما رو همسو بکنه، اون زندگی روزمره‌تون رو با اون هدف معنویتون، و شما میخواد که ترسای پنهانتون رو کنار بذارید، شفقت داشته باشید، روان باشید، یک احساس رضایت عمیقی رو توی کار دنیای درونی خودتون و بیرونی خواهید داشت و در ابتدا باید این رو تجربه کنید که دنیای درون من سوایی از دنیای بیرون من نیست. طلب خیر و برکت برای شما لیبراهای عزیز. بریم سراغ شما آبان ماهی های عزیز، کسایی که خورشید ماه رایزینگ در نشان آبان دارن یا عقرب. سلام میکنم خدمت شما آبان ماهی های عزیز. امیدوارم که از این گفتگو بتونید یا پادکست لذت ببرید. نود شمالی توی نشان ماهی و نود جنوبی در خوشه برای شما خونه 5 و 11 تون رو داره فعال میکنه و قراره که با این گذر شما یک تعادلی بین اون ابراز وجودی خودتون، اون خلاقیت توی روابط عاشقانتون که مربوط هستش به خونه 5 و نقش شما توی اون گروهاتون، دوستیهاتون و آرزوها و امیال آیندهتون تمرکز داشته باشید و قراره که این زمان یک تغییر رو از اون تمایلات فردی کمالگرایانه شما به سمت معنویت بره، به سمت جمعی همدلانه بره و قراره که خونه 5 رو الان بیایم بازش کنیم و ببینیم که خونه 5 نشان ماهی نود شمالی چی هستش. حتما توی صحبت‌های حنیف جان احتمالاً گفته که قرار نیستش من از یه چیزی جدا بشم، نود جنوبی بذارمش کنار و فوکوس و تمرکز من رو نود شمالی باشه. نه، قراره که این رو شما به تعادل برسید. خونه 5 نماینگر اون خلاقیت، ابراز وجود، روابط عاشقانه شما و همچنین فرزند پروری هستش و من خیلی این رو برای شما آبان ماهی های عزیز بسیار بسیار دوست دارم. قراره که شما توی این گذر از اون خلاقیت های ساختاری و بسیار دقیق به سمت یک جریان آزادتر و شهودیتر توی هنر و ابراز وجود خودتون نشون بدید. حنیف آبان ماهی هستش دیگه. آره. و خب یه سری مسائلی برای من پیش اومد که نتونستم بیام پادکست ها رو بگیرم و حنیف توی تکنولوژی حالا خیلی اونقدر کار نکرده که حالا مثلا این کارهای پادکست گرفتن رو انجام بده و باورتون نمیشه به نوعی پیشرفت کرد که اصلا اینجوری من موندم چطوری. بعد میگم خب همین هستش نود شمالی توی ماهی خونه 5، این که من یک سری چیزها رو دارم، خلاقیت ها رو دارم، فقط اینکه ازش استفاده نکردم و برای هر کدوم از شما میتونه به نوعی متفاوت باشه، ولی همین هستش که هر چقدر که شما
بتونید اون شهودتون رو توی هنر بازتر نگهداری کنید و بتونید اون رو ابرازش بدید. حالا میتونه توی هنر باشه، نمایش، بازی، توی بخش معنوی شهودی باشه. واقعا یعنی به اون قسمت درونی وجود خودتون دارین کشیده میشید، به اون کودک درونتون که شاید گاهن هم بهش توجه نکردید دارید کشیده میشید. قراره که شما تشویق بشید تا نه تنها همدلتر باشید، ایدئالگر باشید توی روابط عاشقانه خودتون، تمرکزتون رو از اون کنترل و کمال به سمت اون عشق لایتناهی ببرید. اون عشقی که بسیار سیال هست و عشق بی قید و شرطی هستش که شما دارین بهش کشیده میشین و یک انرژی خیلی خوب، یک تراین خیلی خوبی شما با نشان ماهی دارید و کسایی که درجات تا آخر یا دکان آخر سیاره‌ای دارن بسیار بسیار از این انرژی نود شمالی در ماهی میتونن واقعا استفاده کنن. اون چیزهایی که منتظرش بودی، اون من منتظر یک کلیکی هستم که برام اتفاق بیفته برای آبان ماهی ها، واقعا زمانش هستش که تسلیم مسیر باشید، بپذیرید که من یک سری خلاقیت هایی دارم که تا حالا ازش استفاده نکردم. قراره که شما ارتباط مجدد برقرار کنید با اون کودک درون خودتون. خونه پنجم مربوط هستش به کودک درون و از شما میخواد تا اون حس بیگناه بودن، شاد بودن، بی تفاوت بودن نسبت به قضاوت‌های خودتون، دوباره خراب کردن، ساختن‌ها، هر چقدر یادتونه خونه میساختیم از با این خونه سازی‌ها، میساختیم بزرگ میشه، بعد یا آن میزدیم همه چیز رو خراب میکردیم و چه لذتی میبردیم، چه ذوقی میکردیم. قراره که به اون بیگناهی یا معصومیت درونی خودمون رجوع کنیم و ببینیم ما چقدر تونستیم استفاده کنیم یا نه یک سری تروماها و زخمایی از کودکی ما، حالا کسایی که به تناسخ اعتقاد دارن، از زندگی‌های گذشته ما با ما اومد، توی احساسات ما با ما اومد و مثل یک چیزی سنگین روی دوش ما وایساد و اجازه نداد که من حرکت کنم، اجازه نداد من به اون چیزی که میخوام برسم، اجازه نداد من اون شعاعی که باید نشون بدم رو به دیگران نشون بدم و بگم من هم میتونم، من هم تواناییش رو دارم. نود جنوبی توی خونه 11 داره اون دوستی های شما، گروه ها، آرزوها یا امیالی که من نسبت به آینده دارم رو نشون میده و قراره که اون تمایلاتی که دیگه به رشد شما کمک نمی کنن رو شما رهاش بکنین. انرژی خوشه همیشه گفتم که به اون استانداردهای بالا و نیاز به درست بودن همه چیز هستش. حالا توی محیط گروه و اجتماع داره برای شما اتفاق میفته. از شما خواسته میشه تا تمایلتون به کنترل کردن یا کمال گرایی رو که توی گروه ها کنار بذاری یا روی دوستی ها رو اگر مثلا من رگمم رو برای دوست و رفیقم میزنم فلان میکنم، اینو قراره رها بکنید. روی کردتون قراره آرومتر باشه، همدلانه تر باشه توی روابط اجتماعی خودتون و اگر شما تمایل داشتید که دیگران رو بیش از حد تجزیه و تحلیل میکردید، نقد میکردید یا توی مشارکت‌های گروهی که حالا داشتید بیش از حد میخواستید فکر کنید یا ایده بذارید، ولی الان نود جنوبی توی خوشه از شما میخواد که این تمایل کاری که دیگران داشتید به عنوان خدمت بود تا اینکه کار باشه. یعنی دیدین یک چیزی که از کار بگذره و بیشتر احساس خدمت کردن میشه، قراره که اونها رو کنار بذارید و شما روابطتون به شکلی اتفاق بیفته که حالا به سمت ارتباطات معنوی تر بره، به این سمت. و این که شما قراره که
توی مشارکت‌های فردیتون اون کمالگرایی توی گروه‌ها رو کنار بذارید و روی اون اهداف مشترک یا امیالی که بزرگتر هستن تمرکز کنید. شاید قرار شما با یک دیگران بزرگتری متحد بشید و یک گروه بزرگتر متحدتر، یک یونین برای خودتون بسازید. موضوعاتی که برای شما اتفاق میفته این هستش که بین ابراز فردی و مشارکت گروهی، خونه پنجم داره اون ابراز شخصیت خودم رو نشون میده و خلاقیت توی روابط عاشقانه خودم رو داره نشون میده و خونه 11 داره در مورد دوستی های من صحبت میکنه و اهداف بلند مدت من صحبت میکنه. از شما میخواد که حتما تعادل داشته باشید و قراره که شما آبان ماهی ها نقش خودتون رو توی گروه پیدا بکنید. قراره که شما از اون کمالگرایی توی روابط رها بشید. قراره که روی چیزهایی که همدلانه تر هست، معنویت هستش، بازتر باشید و قراره که یک آبان ماهی برگرده به اون کودک درون خودش، به اون شوق و ذوق خودش و قراره که تمرکزتون بر این باشه که خب چشمانداز جمعی چه اتفاقی قراره بیفته براش. من از اون جزئیات و کمالگرایی و تحلیل کردن دور میشم. اهداف من به سمت اهدافی میره که آرزوهای جمعی و شخصی هم داره نشون میده. چالشایی که احتمالاً برای شما اتفاق میفته اینه که رها کردن رو توی کمالگرایی کنار بذارید یا اینکه اگر خیلی منتقد بودید توی گروه اون رو هم باید کنار بذارید. شاید بین این دوتا براتون یک سری چالش هایی باشه. شاید اینکه بخواید اعتماد کنید به خلاقیت خودتون یا ابراز وجود بکنید بدون تحلیل زیاد مشکل داشته باشید در ابتدای واحد و اینکه توی گروه آیا بخوام احساسات خودم رو بگم یا نه منطق خودم رو بگم، روی اینها هم یک سری مشکلات هست برای من و در انتها شاید سختی باشه برای من که بخوام همدلتر باشم، ایدئالگراتر باشم توی روابط عاشقانه و ابراز وجود. شاید آبان ماهی الان باید کمی بدون ترس و واهمه تر توی ابراز وجود خودشون توی روابط عاشقانه به خصوص باید باز باشن. و چیزی که برای آبان ماهی اتفاق میفته این هستش که چون خونه پنجم در مورد باروری هم هست، نود شمالی هم هستش، ماهی هم هستش، برای شما پر از خیر و برکت خواهد بود، به خصوص برای کسایی که حالا چندین سال داشتن ترای میکردن که بچه دار بشن و نمیشدن. این زمان بهترین زمان هستش اگر قراره کارهای IVF انجام بدید، اگر قراره دوباره سعی کنید و تلاش کنید برای بچه دار شدن انجام بدید، به خاطر که برکت های نشان ماهی حتما براتون نازل میشه و برای یا اینکه نه اون معشوقه که واقعا جفت روحی خودتون هست رو پیدا میکنید و میتونید باهاش ارتباط برقرار کنید. و یک موضوع این که چرا حالا بیشتر شما از اون خونه جمع و گروهتون احتمالاً کنار کشیده میشید این هستش که شاید آبان ماهی باید برن بچه داری کنن یا مراقب بچه هاشون باشن یا یک سری مسائلی مال بچه ها پیش میاد که باید بیشتر وقتشون رو با بچه هاشون بذارن یا نه کودک درون خودشون رو بازیابی کنن. به نوعی شاید این دلایل بخش خونه 5 هستش که یا اینکه من ترجیح همینه که روابط عاشقانه یا یک شام یک چیزی رو با بچه خودم با همسر خودم داشته باشم و به نوعی از اون قسمت کارهای گروهی ناخودآگاه کشیده میشم بیرون و در انتها دیگه اون همیشه حضور داشتنه باعث میشه که من زیاد انتقاد هم بکنم، ولی وقتی کم باشم و اون کیفیت هم ولی بالاتر بره شاید به نوعی براتون هم بهتر باشه. پس شما آغوشتون رو باز بکنید به سمت آزادی، به سمت خلاقیت، کنترل توی روابط اجتماعی رو کنار بذارید و عشق همدلانه و عاشقانه رو توی خودتون پرورش بدید. برگردید به اون کودک درون خودتون، برای خودتون وقت بذارید، بازی کنید، خودتون رو کشف کنید، دلنگرانی نداشته باشید، از دیگران انتظار نداشته باشید، از زندگی لذت ببرید، به خلاقیت خودتون اجازه بدید به طور طبیعی جریان پیدا کنه، به یک تصویر بزرگتری از جهان و هستی اعتماد کنید، کمتر روی جزئیات و کمالگرایی توی گروه ها تمرکز کنید و با
اهداف جمعی و بلند مدت خودتون رو هماهنگ کنید. شما با این گذر میتونید به سوی ابراز وجودی خودتون به روشی ملایمتر، نرمتر، همدلانه‌تر، معنوی‌تر دارید هدایت میشید، دارید کمالگرایی رو کنار میذارید، پذیرش خلاقیت خودتون. من بسیار خلاق هستم، همدلم، رشد معنوی داره برام اتفاق میفته و یک تعادل بیشتری رو بین اون خواسته های شخصی و آرزوهای جمعی خودم پیدا میکنم. طلب خیر و برکت میکنم برای شما آبان ماهی های عزیز. امیدوارم که لذت برده باشید از این پادکست. 4 نشان آخر رو، یعنی از آذر تا اسفند ماه رو حنیف جان میگن براتون. حالا من 1 دقیقه صبر میکنم، اگر حنیف جان جوینت نشدن که قطع میکنم. خب حنیف مثل که نمیتونه بیاد چون نت خوبی نداره. پس ما این 7 نشان رو توی یک پست میگیم و ببخشید 4 تا 8 تا نشان رو توی یک پست میذاریم و 4 نشانی که حنیف جان میگن رو توی یک پست دیگه. همتون رو به خدای بزرگ میسپارم و بسیار بسیار خوشحالم که بار دیگر تونستم یک پادکست رو بگیرم. طلب خیر و برکت برای همه شما، آرزوی موفقیت یا حق. خدا نگهدار.